سلام، من سحر هستم از استانبول. به کانال من خوش آمدید. امروز میخوایم با همدیگه درباره نحوه گرفتن گواهینامه ترک، نه تبدیل گواهینامه ایرانیتون به گواهینامه ترک صحبت کنیم. مثل یه ترک میخوایم بریم با همدیگه گواهینامه بگیریم. با من همراه باشید. اول از همه باید بریم دنبال یه آموزشگاهی که نزدیک به محل کارمون یا محل زندگیمون باشه، چون که ساعتهای دوره آموزشی که برامون میذارن خب بستگی داره به ساعتهای ما. البته با ما هماهنگ میکنن، ولی بهتره که این استرس رو به خودمون راه ندیم که حالا به کلاسم نرسیدم، دیر شد و این حرف. بعد از آموزشگاهتون بپرسین که شما برای من به زبان فارسی ثبت نام میکنید امتحان تئوری رو یا نه. اگر که گفتن نه، برید مستقیم دنبال یه آموزشگاه دیگه، چون که من خودم با همین موضوع روبرو شدم که گفتن نه، ما زبان فارسی رو ثبت نام نمیکنیم، چون که توی اینجا قانون هستش که آزمون تئوری به زبان انگلیسی، عربی، فارسی و ترکی گرفته میشه. خب بعد از اینکه آموزشگاه مورد نظرمون رو انتخاب کردیم، باید یه سری مدارک تحویلشون بدیم که ما رو بندازن توی پروسه آموزش. لیست مدارک رو اینجا براتون نوشتم، از رو میخونم که شما هم در جریان باشین. توی دیسکریپشن هم میذارم. اگر هم کسی میدونه اطلاعات جدیدی اضافه شده، یعنی مدارک جدیدی اضافه شده، توی کامنت ها برامون بذار. اولیش پاسپورت ترجمه شده و نوتر شده، کیملیک یا کارت اقامتتون، حالا میتونه توریستی باشه یا اقامت کاری باشه، گواهی سلامتتون، کارت گروه خونیتون، آخرین مدرک تحصیلی، اونم باید نوتری شده باشه، 6 قطعه عکس و گواهی علم سوء پیشینه. خب دیگه الان ما افتادیم روی پروسه آموزش و کلاسای تئوریمون شروع میشه، یا به صورت آنلاینه یا به صورت حضوری، که باید توی کلاس‌ها حضور داشته باشین و حضورتون خورده بشه. بعد از این که امتحانات تئوری به شما یک کتاب ترکی میدن که اونو باید بخونید، ولی امتحانتون میتونه کلا به زبان فارسی باشه، همونجور که بهتون گفتم، چون که با تاکید کنین آموزشگاهتون که شما میخواین امتحان تئوری رو به زبان فارسی بدید. وقتی که میرید سر امتحان، اینجوری نیستش که به زبان فارسی سلیس برای شما امتحان خاصی در نظر گرفته باشن. همون امتحانی که همه میدن، فقط برای شما ترجمه شده، گوگل ترنسلیتی. بعد وقتی که وارد جلسه امتحان میشین، حتما به این نکته دقت کنید که پاسپورتتون با خودتون باشه و کارت کلینیکتون، بدون هیچ زیبرالاتی، گوشواره، گردنبند، دستبند، هیچ. خب ما الان رسما امتحان تئوریمون هم دادیم. همون لحظه که از امتحان بیایم بیرون، میتونیم از ایدهبلد نتیجه امتحانمون رو ببینیم. من خوشبختانه همون دور اول قبول شدم و رفتم برای امتحان عملی. ولی شما تا 4 بار امکان این که امتحان رو بدین داریم، البته با پرداخت هزینه خاصی، و بعد از 4 بار متاسفانه باید مجددا دوباره از اول ثبت نام کنید. این امر برای امتحان عملی هم صدق میکنه، یعنی تو امتحان عملی هم تا 4 بار میتونید امتحان بدین. بعد از اون اگر متاسفانه قبول نشین، باید همه مراحل از اول پیش ببریم. بعد از این دیگه ما میتونیم بریم برای دوره عملی. دوره عملی به این شکلش هست که برای من حداقل اینجوری بودش که 10 جلسه به ما دوره عملی میدن به همراه استاد. باید توی محل آموزش، برای من اینجوری بود، توی محل آموزش باید میرفتیم تمرین رانندگی. خب همه آموزش ها داده میشد توی این 10 جلسه، و اگر استاد صلاح میدید شما آماده میشدید برای امتحان عملی. خب برای من اینجوری بودش که بعد از کرونا بود، خب خیلی شلوغ بود، همه خیلی میخواستم بیان امتحان بدن و اینها. از لحظه که 10 جلسه تموم شد، البته من 2 جلسه دیگه از آموزشگاه گرفتم، خوشون بهم دادن، 10 به اضافه 2 بود. اون 2 جلسه رو نگه داشتم برای نزدیک به امتحانم. شما هم پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید، چون که فاصله 10 جلسه تا امتحان تقریبا بگم، تا نوبتی که برای من گرفتن برای امتحان، تقریبا بگم 2-3 ماهی طول کشید.
بعد از اون 10 جلسه آموزشتون امتحانی به این شکل هستش که شما خب آموزشگاه برای شما نوبت گرفته برای امتحان، همه کارا رو آموزشگاه کرده، پرداختی‌ها هم شما به آموزشگاه پرداخت کردین، آموزشگاه برای شما پرداخت کرد. میرید برای روز امتحان. روز امتحان آفیسری که میاد اول مدارک شما رو کنترل میکنه، حتما پاسپورت و کیملیکتون همراهتون باشه جفتش. بعد شروع میکنه از شما موتور رو پرسیدن و ابزارات ماشین رو پرسیدن. بعد سوار میشید به همراه استادتون، کمکی اون آفیسر همین در واقع 2 نفر عقب میشینن، 2 نفر جلو به همراه شما که راننده هستید. بعد شروع میکنید به امتحان دادن. اونا به شما میگن که اینجا مثلا توقف آنی کن، باید همون لحظه توقف آنی کنی. بعد میگه برو توی پارک، میری توی پارک و حالا هرچی که اون آفیسر بگه شما باید انجام بدید. تمام طول دوره این امتحان عملی باید 30 دقیقه باشه. اگه زودتر تمام بشه امکان اینکه آفیسر ازتون بخواد یه دوره دیگه بزنید همه اون مراحل هستش، چون که زمان امتحان شما 30 دقیقه است. بعد که قبول شدید دیگه امضا میکنه مثل ایران، میبرید آموزشگاه تحویل میدید. آموزشگاه برای شما یه برگه میده که شما این امتحان تئوری و امتحان عملی رو قبول شدید. بعد از اون باید برید نفوس یه راندوو بگیرید برای گواهی نامه اهلیت. بعد میرید نفوس و اون امضای اصلی شما رو ازتون اونجا نفوس میگیره مجددا که دیگه توی سیستم امضاتون ثبت میشه و از آن کارا به مدت نهایتا 10 روز گواهی نامتون میاد در منزل. خوشحالم که این ویدیو رو دیدید و خوشحالتر میشم اگه کانال منو سابسکرایب کنید و بدرود.